نبود، هیزم کشی بود. او حمید نام داشت. این هیزم کش 6 بچه داشت و هیزم فروخته با پول آن با آنها چیز و چاره می خرید. روزی مثل هر روزه حمید با کودکانش خیر و خوش کرد و برای هیزم رفت. جنگل انبوه و بی آدم بود، اما ناگاه او آوازی شنید. هی یاری دهید، کمک کنید، از آتش نجاتم دهید. هیزم کش دید که گلخانه می سوزد و در میان آتش صندوقچه است و آواز هم از همین صندوقچه می آید. حمید دلسوز زود صندوقچه را از آتش بیرون آورد و آن را گشاد و از داخل صندوق مار خزیده بیرون آمد. مار با یک جهیدن به گردن حمید پیچید و فشار زد. میگزم، بوغی میکنم، میکشم. ای آهسته، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ من تو را خلاص کردم، مگر جواب نیکی بدی است؟ سر ده مرا، داد زد حمید. بیهوده خواهش مکن، فشار زد مار. در زمان ما سزای نیکی بدی است، میگذر. ای مار جان، بیا ما از 3 نفر میپرسیم، اگر گویند که جواب نیکی بدی است، من راضی، مرا بکش، گفت حمید. مار راضی شد. حمید بیچاره مار در گردن صندوقچه را گرفت و به راه برآمد. رفتند و از پیششان بومی پیره برآمد. سلام بومی عزیز، بگو آیا جزای نیکی بدی است؟ من این مار را خلاص کردم از آتش، اما او مرا کشتن میخواهد، گفت حمید. شما آدم ها تنها بدی را میدانید. شهرها میسازید و ما بوم ها را خانه ویران میکنید. بکش او را مار برادر، بکش، گفت بوم. مار او را گزیدنی شد. ایستا، ما شرط کردیم که باید 2 نفر دیگر را بپرسیم، گفت حمید و آنها راهشان را دوام دادند. رفتند و از پیششان گرگ برآمد. گرگ جوره جان، من مار را از آتش خلاص کردم، او باشد مرا کشتنی است. بگو آیا جواب نیکی بدی است؟ پرسید حمید. مار حق است. حق شما آدم ها همین، نمیگذارید که از رمهتان اقلا 1 گوسفند دزدم. بکش او را مار برادر، بکش، گفت گرگ. مار باز حمید را گزیدنی شد. مار برادر، بیا از نفر 3 پرسیم، هر چی که او گوید همان می شود، گفت حمید. حمید بیچاره در دستش تبر و صندوق، در گردنش ماری پیچان، رفت و روباهی را دید.
سلام علیکم روباه جان. علیکم سلام هیزم کش. به کجا می روی؟ مار را کجا می بری؟ یا شمایان جوره شدید و من بیخبر؟ پرسید روباه. ای روباه جان، قصه مرا شنو و خلاصه برار. حمید واقعه را بر روباه نقل کرد. ای بیا دروغ نگوی، گفت روباه. همین خیلی یک مار کلان بزرگ جثه در همین صندوقچه جای گرفت. دروغ گوی بوده ای. مار به غضب آمد. راست میگوید، من در داخل همین صندوق بودم. تو هم دروغ میگویی مار، باور نمی کنم. تو کجا و این صندوقچه کجا؟ خندید روباه. منه نگاه کن، چطور من به این صندوقچه می غنجم. غضبناک شد مار و به صندوقچه در آمد. روباه به حمید چشمکی زد و هیزمکش فهمید و زود دهان صندوقچه را پوشاند و محکم بست. انا هیزمکش، من با تو نیکی کردم. اکنون تو به جواب نیکی من با نیکی جواب ده. روباهچه های مرا از دام شکارچی آزاد کن، خواهش کرد روباه. هیزمکش زود به یاری شتافت. بچه های روباه را از دام آزاد کرد و روباه خرسند، روباهکچه ها آزاد و شاد دب و تاز می کردند. خرسندی روباهچه ها را دیده حمید به یاد بچه های خودش افتاد و راهش را دوام داد. در خانه او با بچه هایش سرگذشتش را نقل کرد و در آخر گفت: همیشه به نیکی با نیکی جواب دهید.